ساکنان نواحی نزد مرزی ولایت سوخت از کم‌آبی یا قسماً قطع شدن آب در محل زیست و کشتزارشان در یک هفته اخیر خبر می‌دهند. به گفته آنها این وضع در دهه‌های مرزی شهرهای اسفرا و کانیبادام و ناحیه باوجان غفوروف مشکلی‌هایی را به وجود آورده است. محیدین امینوف یک ساکنی محله بوستان جماعت چارکو روز 12 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت که اصلا کمشمی آب از آغاز ماه مشاهده میشد، ولی 3 روز پیش یک جویبار آب تامین کنی را از جانب محله های قرغیزنشین بستند و حالا ساکنان از گرد و اطراف آب میکشانند. این مشکلات را چندین ساکن دیگر جماعت چارکو نیز اظهار داشتند و گفتند که این آببندی به آگاهی و خودسرانه از جانب قرغیزها صورت گرفته است. از جماعت چارکو در تصدیق این خبر گفتند که بستن آب جانب قرغیزستان دست کم 4 محله این جماعت را به آب آشامیدنی گذاشته است. جویباری که بسته شده است از جانب دریای اسفره توسط دهه کوکتاش ناحیه بادکند و محله های عباد فیض‌اللهیف، بوستان، لنگر و لنگری دشت می آید. در این محل ها بیشتر از 10,000 اهالی شهر اسفره زندگی می کنند. یک ماه پیش در این منطقه تیراندازی صورت گرفته بود. ساکنان میگویند سالهای گذشته در این منطقه آب بسته نمیشد و در عین کشت و کار بهاری وضع به عمل آمده آنها را نگران کرده است. شکرخان نصری رئیس جماعت چارکو و دیگر مسئولان اداره آب اسفره میگویند پس از ملاقات رهبران ولایتی قرار است به زودی در سطح جماعت و ناحیه ها هم این مسئله بررسی گردد. عین چنین شکایت از کشاورزان شهر کانیبادام هم رسیده است که بنابر کم آبی شالی و دیگر زراعت‌هایشان سوخته و نابود شده ایستادند. در مذاکرات نوبتی رئیسان سوخت و بادکند رجب‌های احمدزاده و عبدالکریم علیم-بایف امروز جانب‌ها به خلاصه آمدند که وابسته به مسئله استفاده از ذخیره‌های آبی در سطح معاونان رئیس ولایت‌ها و راهبران اداره‌های آبیاری دو طرف گروه کاری تشکیل شده مسائل موجوده در این سمت را بررسی و یکجا حل سازند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.